سخنکه میکرد الو برکتش ده زنده باشه با خدا ما دیگه گپ ندارم. همین برادر بود که ما به خاطری اکا زنده بودن گفتگی بدون وعده کردیم که ما بلیت تامه خرم یا الحمدلله کت کوشم الو برکت خدا نگه اون آمد شخصی بلیت چه دو دای بجوی همین برادر الو برکت خداوند بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا في خلق الرحمن من تفعلون فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناك رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم این در خدمت بابا جان 88 لنگری شهرت این باید برادر دیگه الحمدلله اومدن دستگیری با کمک لباس بگی تغاش درده تغاش داداش میبره این برادر خدا رحمتی را انشالله این روی میکنیم سهر ساعتهای گرده تا تقریبا ساعتهای 4:30 5 در وطن نشوه. حاجی چی گفتنی حاجی؟ حاجی چی گفتنی؟ خداوند رحمت مغفرتش کنه برادران همه وقت با یاد خداوند باشه یقین این راه طریق بود حافظ بود برادر مسلمان خم بود مقصد ما برادر مسلمان میشناسیم خیلی بعد یک درس کار نمیشه که ادیبکش برادر گذاشته چیز بله. خوش میگفتن این طول ایش یعنی که ایر پیرو در نظر دارم هی هشت تا سر تو بگیری هر کجا باشه نباشه تاجیک سرجم کنه روی کنه پروردگار خودش عاقبت مولا میدونه بعد ما با این عمل هاز میبینیم بهانه کنیم میدونه داخل ما که پروردگار کل مسلمانان برای راست هدایت کنه و خصوصا این برادرایی که ریپری میکنن سرجم میشوند هشدار کنه بفهمن که نمی عاقبت دمیه خدا همه ما را هدایت کنه السلام علیکم و رحمت الله بابای لنگری چی گفتن است برادرها ای بین اینمی قدر مخلصشن یک برادر اومده نه دو در اینا الو برکتش ده خدا صبر بکنه الله شاید که من نمیدونم من قریب در یک سال نه قریب 100 یک مورد 50 تا 40 تا 30 تا مورد میکنیم خدا کنه من داونم شد نیست یک زنده بود یک برادری می شروع با خدا قسم من تمام دیدم مشکلش وقتی دیدم تو کم زنده است خدا صبر کنه پروردگار صبر کنه برادر عزیز خدا صبر کنه اینا جسد رو روی کردیم انشالله ساعت 4:30 5 سحر میرسه انشالله در وطن اینا با دستگیری بابای لنگری بابا جان 88 شهرت با اینجا قوری برادرمون با اینجا اکو هستن یا اکوی قدردان هم هستن دبرمون یردان دوره زنده باشه یعنی که از برای خدا برادرش بوده همه که میگن که ما خطی به کانسر تو کانسر نه برادر خط شای یعنی گرچند دو در خون شای یک پدر مادر نباشن تو کانسر برادر اومد پول بلیت چه ابیشت که بود ما با چشم دیدم نه این پلی بلیت چه برابر داد اینا هم برادر سخن که میکرد الو برکتش ده زنده باشه با خدا ما دیگه گپ ندارم. همین برادر بود که ما به خاطری اکا زنده بودن گفتگی بدون وعده کردیم که ما بلیت تامه خرم یا الحمدلله کت کوشم الو برکت خدا نگه اون آمد شخصی بلیت چه دو دای بجوی همین برادر الو برکت خداوند همه تانا نگهبان شد باقی در امان الله خداوند جوش جنت کنه برادرمونا